تقدیم می کند. مامان و معنای زندگی، نوشته اروین یالوم، ترجمه سپیده رضایی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. تاریک و روشن است. انگار دارم میمیرم. اشیای منحوسی دور تختم را گرفتند. مانیتورهای قلبی، کپسولهای اکسیژن، شیشه‌های سرم داخل وریدی و چند رشته لوله پلاستیکی که به رگ و روده مرگ شبیهند. پلک‌ها را می‌بندم و به درون تاریکی می‌لغزم. ولی بعد جستی می‌زنم و از تخت پایین می‌آیم. از اتاق بیمارستان بیرون می‌زنم و به طرف نور به پارک سرگرمی‌های گلنکو که روشن و آفتابی است می‌روم. جایی که دهه‌ها پیش یک شنبه‌های تابستان را در آن می‌گذراندم. موسیقی پرسر و صدایی می‌شنوم. عطر نمناک و شیرین ذرت بوداده و سیب قندی‌ها را به درون می‌دهم و مستقیم به جلو می‌روم. نه جلوی شینی پفکی‌های پولاربیر معطل می‌کنم، نه جلوی کشتی غلطان و نه جلوی چرخ و فلک. می‌روم تا در صف بلیت خانه وحشت بایستم. پول بلیتم را می‌پردازم و صبر می‌کنم تا عربه بعدی دور بزند و با صدای چکاچکی روبرویم بایستد. وارد عربه می‌شوم. میله محافظ را پایین می‌آورم و بعد از مطمئن شدن از جایم نگاه دیگری به دور و برم می‌اندازم و می‌بینمش که در میان گروه کوچک تماشاچیان ایستاده است. هر دو دستم را تکان می‌دهم و طوری فریاد می‌زنم که همه بشنوند. مامان، مامان! درست همان وقت عرابه به جلو حرکت می‌کند و به دری می‌خورد که باز می‌شود و دهانه تاریک دالانی را آشکار می‌کند. تا جایی که می‌توانم به عقب خم می‌شوم و قبل از آن که در تاریکی فرو بروم دوباره فریاد می‌زنم. مامان، به نظرت چطور بودم؟ مامان، به نظرت چطور بودم؟ حتی بعد از اینکه سرم را از روی بالش برداشتم و سعی کردم رویا را از ذهنم برانم، کلمات در گلویم بودند. به نظرت چطور بودم مامان؟ مامان، به نظرت چطور بودم؟ ولی مامان 2 متر زیر زمین است. 10 سالی می شود که مثل سنگ سرد شده و در تابوت ساده‌ای از چوب کاج در گورستان آناکاسیا در حومه واشنگتن دی سی خوابیده است. چی از او باقی مانده؟ فکر کنم فقط استخوان‌هایش. بدون شک باکتری‌ها ذره گوشت باقی نگذاشتند. شاید چند رشته موی سفید هم مانده باشد. شاید هم چند لایه قضروف براق چسبیده به انتهای استخوان‌های بلند مثل استخوان‌های ران و دروشنه. آه بله، و حلقه‌اش. حلقه میله نازکی که پدرم کمی بعد از رسیدن به نیویورک، آن هم با بلیت درجه یک کشتی روسی که از آن سر دنیا آمده بود، از خیابان هستر برایش خریده بود. باید جایی میان استخوان‌ها جا خوش کرده باشد. بله، خیلی گذشته است. 10 سال. همه چیز فاسد شده و از میان رفته است. چیزی جز مو، قضروف، استخوان‌ها و یک حلقه نقره‌ای ازدواج باقی نمانده است. و با این حال تصویرش همچنان به خاطر و رویاهای من رخنه می‌کند. چرا در رویا برای مامان دست تکان می‌دهم؟ سال‌هاست که این کار را ترک کردم. چند سال می‌شود؟ شاید چند دهه. شاید از همان بعد از ظهر 50 و چند سال پیش که 8 ساله بودم و او مرا به سینما سیلوان که در همسایگی مغازه پدرم بود برد. با اینکه صندلی‌های خالی زیادی آنجا بود، خودش را روی صندلی کناری یکی از پسرهای کل شق محلمان که از من بزرگتر بود انداخت. پسر قرید که خانم، این صندلی جای کسی است. مادرم همانطور که خود را در صندلی جا می‌داد با لحن تحقیرآمیزی جواب داد: آره، جای کسی است. بعد با صدای بلند و طوری که دور و بری‌ها بشنوند ادامه داد: کارش این است که جا نگه دارد. عجب کار مهمی. سعی کردم در پشتی مخملی صندلی جوری فرو بروم که دیده نشوم. بعد از تاریک شدن سالن جرأت پیدا کردم و آهسته سرم را چرخاندم. پسرک چند ردیف عقب‌تر رفته بود و کنار دوستش نشسته بود. اشتباه نمی‌کردم. به من زل زده بودند و به هم نشانم می‌دادند. یکیشان مشتش را تکان داد و زیر لب گفت: بعداً. مامان سینما سیلوان را به من حرام کرد. آنجا دیگر قلمروی دشمن بود. منطقه ممنوعه. دست کم در روشنایی روز. اگر می‌خواستم برنامه شنبه‌ها باک راجرز، بتمن، زنبور سبز و روح را پشت سر هم ببینم، باید بعد از شروع برنامه می‌رسیدم. در تاریکی صندلی‌ام را ته سالن و تا جایی که ممکن بود نزدیک به در خروج اضطراری انتخاب می‌کردم.
و می نشستم و قبل از روشن شدن دوباره چراغ‌ها هم آنجا را ترک می کردم. در محله ما هیچ چیز مهمتر از اجتناب از بلای بزرگی نبود که به آن کتک خورده شدن می گفتن. تصور مشت خوردن سخت نیست، یک ضربه به چانه و تمام. اینکه هلت بدهن، پرتت کنن، لگدت بزنن، زخمیت کنن هم همینطور. ولی اینکه کتک خورده بشوی، آه خدای من، دیگر تمامی نداشت. چیزی ازت باقی نمیماند. لقب کتک خورده با تو میماند و برای همیشه به بازی راحت نمیدادن. و دستکان دادن برای مادر، چرا حالا که سالهای سال در خصومتی مداوم با او زندگی کردم باید برایش دستکان بدهم؟ او خودبین، منع کننده، مداخله جو، بدگمان، کینه‌ای، به شدت یکننده و فوق‌العاده کم اطلاع بود، ولی باهوش. حتی من هم میتوانستم این را بفهمم. یک لحظه را هم به یاد نمیآورم که با او احساس صمیمیت کرده باشم. حتی یک بار هم نشد که به او افتخار کنم یا فکر کنم از اینکه مادرم هست خوشحالم. با زبان گزنده‌اش درباره هر کس جز پدر و خواهرم حرف بدخواهانه‌ای در چنته داشت. من عمه‌خانا را خیلی دوست داشتم. ملاحتش، محبت بیپایانش، هات‌داگ‌های بریان و تارت‌های میوه‌ای بی‌نظیرش را دوست داشتم. دستور پختشان را برای همیشه از دست دادم، چون پسرشان را برایم نمی‌فرستد که این خود ماجرای دیگری دارد. خانا را یک شنبه ها بیشتر از همیشه دوست داشتم، چون رستورانش را که نزدیک محوطه نیروی دریایی واشنگتن دی سی بود تعطیل می‌کرد و بازی‌های مجانی در دستگاه ساچمه پران می‌گذاشت و اجازه می‌داد ساعت‌ها بازی کنم. هرگز مرا به خاطر گذاشتن کاغذ جلوی پایه‌های دستگاه که پایین آمدن ساچمه پران را کند می‌کرد و باعث می‌شد امتیاز بیشتری بگیرم دعوا نمی‌کرد. عشق و احترام من به هانا حملات جنون آمیز و بدخواهانه مامان به خواهر شوهرش را در پی داشت و برای این کار فهرست هانایی خودش را داشت. نداری هانا، بیزاریش از کار در مغازه، بی‌استعدادیش در حساب و کتاب، شوهر گیج و کودنش، عزت نفس نداشتنش و آمادگیش در پذیرش هرچه به او می‌بخشیدند. مامان انگلیسی را خیلی بد و با لهجه غلیظ و آمیخته با اصطلاحات یدیش حرف می‌زد. او هرگز برای روز والدین و جلسات انجمن اولیای مربیان به مدرسه هم نیامد. خدا رو شکر. حتی از فکر معرفیش به دوستانم هم احساس خفت می‌کردم. با مامان دعوا می‌کردم، به او بی‌اعتنایی می‌کردم، سرش داد می‌زدم، ازش دوری می‌کردم و بالاخره از اواسط نوجوانی صحبت کردن با او را به کلی کنار گذاشتم. بزرگترین معمای کودکیم این بود که پدرم چطور با او کنار می‌آید. لحظات خوش صبح‌های یک شنبه را به یاد می‌آورم که من و پدرم شطرنج بازی می‌کردیم و او با شادمانی و با آوای موسیقی روسی یا یهودی آواز می‌خواند و سرش هماهنگ با موسیقی تکان می‌خورد. دیر یا زود این حال و هوای صبح را صدای مامان به هم می‌زد که از بالای پله‌ها جیغ می‌کشید: ای هوار، به دادم برسید! با شما هستم، آهنگ بسه، سر و صدا بسه! پدرم بی یک کلمه حرف بلند می‌شد. گرامافون را خاموش می‌کرد و بازی شطرنجمان را در سکوت پی می‌گرفت. بارها شده بود در دل التماس کنم که خواهش می‌کنم بابا، خواهش می‌کنم، فقط همین یک بار هم که شده بزنش. پس چرا دست تکان دادن؟ و چرا آخر عمری می‌پرسم به نظرت چطور بودم مامان؟ آیا ممکن است و این احتمال سراسیمه‌ام می‌کند که در تمام زندگیم طوری رفتار کرده باشم که این زن رقت‌آور اصلی ترین شنونده‌ام باشد؟ همه زندگیم در پی راه فرار بودم، در پی دوری از گذشتم، از شتل، کابین درجه 3 کشتی، محله جهودها، تالیز، سرودخانی، پارچه گواردین سیاه و مغازه خاربار فروشیمان و در همه زندگیم به دنبال رهایی و ترقی بودم. آیا ممکن است نه از گذشتم گریخته باشم و نه از مادرم؟ چقدر به دوستانم که مادرانی دوست داشتنی، مهربان و حمایت کننده داشتن رشک می بردم و چقدر عجیب بود که آنها به مادرانشان وابسته نبودند. نه دائم بهشان تلفن می زدن، نه به ملاقاتشان می رفتن، نه خوابشان را می دیدن و نه حتی بهشان فکر می کردن. ولی من در طول روز بارها مجبور بودم فکر مادرم را از ذهنم برانم و حتی تا امروز که 10 سال از مرگش می گذرد اغلب پیش می آید که بی اختیار به سمت تلفن می روم تا با او تماس بگیرم. همه اینها به لحاظ منطقی برایم قابل درک است،
سخنرانی ها درباره این پدیده کردم. برای بیمارانم توضیح می دهم کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می گیرند اغلب به سختی از خانواده ناکارآمدشان جدا می شوند، در حالی که کودکان والدین خوب و مهربان با تعارض کمتری از آنها فاصله می گیرند. اصلا مگر یکی از وظایف والدین قادر ساختن کودک به ترک خانه نیست؟ این را میفهمم ولی نمیپسندم. خوش ندارم مادرم هر روز به دیدنم بیاید. از اینکه از شکافهای ذهنم به درون رخنه کند و هرگز نتوانم ریشش را بزنم بیزارم. به صندلی مستعملش در خانه خلوت واشنگتن دی سی فکر میکنم که تقریبا راه ورود به آپارتمان را بسته بود و روی میز کناریش دست کم یک نسخه و گاهی بیشتر از تک تک کتاب‌هایی که نوشته بودم را تلمبار می‌کرد. توده‌ای شامل بیش از 1 دوجین کتاب و 2 دوجین دیگر از ترجمه همان کتاب‌ها به زبان‌های دیگر. همیشه در خطر سقوط بود. اغلب مجسم می‌کردم فقط یک نیمچه زمین لرزه کافی است که او را تا بینی زیر کتاب‌های تنها پسرش مدفون کند. هر وقت به ملاقاتش می‌رفتم، او را همانجا روی همان صندلی در حالی می‌دیدم که 2 یا 3 کتابم روی دامنش بود. وزنشان می‌کرد، می‌بویدشان، نوازششان می‌کرد و خلاصه هر کاری می‌کرد جز خواندنشان. چشمش خیلی ضعیف بود، ولی قبل از افت بیناییش هم از آنها سر در نمی‌آورد. تنها آموزشی که دیده بود کلاس‌های اعطای تابعیت بود تا بتواند شهروند ایالات متحده شود. من یک نویسندم و مامان خواندن هم نمی‌داند. با وجود این برای معنا بخشیدن به تمام کارهایی که در زندگیم کردم به او رجوع می‌کنم. انتظار دارم چطور مرا بسنجد، از روی بوی و قطر کتابهایم، بر اساس طراحی روی جلد و جنس و نرمی آنها. او از همه تحقیقات پرمشقتم، خیزش الهامات در ذهنم، جستجوی باریک بینانم برای افکار صحیح و جملات زیبایی که می‌نوشتم هرگز چیزی نمی‌دانست. معنای زندگیم، همه کتاب‌های تلمبار شده روی میز مامان که هر لحظه در خطر سقوط بود، حاوی پاسخ‌های پرمدعایی به این پرسش هاست. نوشتم ما موجوداتی در جستجوی معنا هستیم که باید با دردسر پرتاب شدن به درون دنیایی که خود ذاتاً بی‌معناست کنار بیاییم. و سپس توضیح دادم که برای پرهیز از پوچگرایی باید وظیفه مضاعف را تقبل کنیم. ابتدا طرحی چنان ستور برای معنای زندگی ابداع کنیم که پشتوانه زندگی باشد. بعد تدبیری بیاندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش کنیم و خود را متقاعد سازیم که ما معنای زندگی را ابداع نکردیم، بلکه کشفش کرده ایم. به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد. گرچه وانمود می‌کنم راه حل هر فرد را بدون قضاوت می‌پذیرم، در نهان راه حل‌ها را در 3 گروه برنزی، نقره‌ای و طلایی طبقه بندی می‌کنم. بعضی افراد سراسر زندگی را جنگی کینخواهانه می‌بینند که باید در آن پیروز شد. گروهی غرق در نومیدی تنها رویای صلح، رهایی و آزادی از رنج را در سر می‌پرورانند. برخی زندگیشان را فدای موفقیت، ثروت، قدرت یا حقیقت می‌کنند. برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی یا موجودی دیگر، معشوق یا ذات الهی غوطه‌ور می‌شوند. دیگرانی هم هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران، در خودشکوفایی یا در آفرینش می‌بینند. نیچه گفته است ما نیازمند هنریم تا حقیقت هلاکمان نکند. با این حال من آفرینش را برترین مسیر می‌دانم و همه زندگیم، همه تجربیاتم، همه تصوراتم را به سوی کومه‌ای درونی و پرجوش و خروش معطوف ساختم و می‌کوشم هر چند گاه یک بار به این توده مرکب شکل دهم و چیزی نو و زیبا بیافرینم. ولی رویایم چیز دیگری میگوید. اثبات می‌کند زندگیم را وقف هدفی کاملا متفاوت کردم. کسب رضایت مادر متوفایم. دعوی این رویا قدرتمند است، قوی‌تر از آنکه نادیده انگاشته شود و آزارنده تر از آنکه فراموش شود. ولی من آموختم که رویاها نه تفحص ناپذیرند و نه تغییر ناپذیر. بیشتر عمرم به سرهم کردن و وصل پینه رویاها گذشته است. یاد گرفتم چطور رویاها را رام کنم، چطور تکه تکه و بعد دوباره سرهمشان کنم. میدانم چطور باید رمز رویا را بیرون کشید. پس همینطور که اجازه میدهم سرم دوباره روی بالش بیفتد، گردونه رویا را تا عرابه خانه وحشت
به عقب برمیگردانم. عرابه با حرکتی ناگهانی می ایستد و مرا به میله محافظ می کوبد. لحظه‌ای بعد در جهت عکس حرکت می کند و آهسته از در گردان می گذرد و دوباره به روشنایی روز گلن اکو برمیگردد. در حالی که هر دو دستم را تکان می دهم می گویم مامان به نظرت چطور بودم؟ صدایم را می شنود. می بینم مردم را به چپ و راست می راند و راهش را از میان جمعیت باز می کند. میله محافظ را کنار می زند و در حالی که مرا از عرابه بیرون می کشد می گوید اوین عجب سوالی. نگاهش می کنم. به نظر 50-60 ساله می آید. قوی و 4 شانه است و بدون زحمت کیف خرید گلدوزی شده دست چوبیش را که از فتح انباشتن برآمده شده حمل می کند. ظاهری معمولی دارد ولی این را نمی داند و طوری با چانه بالا گرفته راه می رود که انگار خیلی زیباست. به چینهای گوشتی آشنای بازوانش و جورابهایی که درست بالای زانوها جمع کرده و گره زده توجه می کنم. محکم و آبدار می بوسدم. من هم ظاهر مهربانی به خود می گیرم. خوب بودی. کی بیشتر از این انتظار داشت؟ اون همه کتاب. بهت افتخار می کنم. فقط کاش پدرت هم بود و می دید. منظورت از این که خوب بودم چیه مامان؟ از کجا می دونی؟ تو نمیتونی چیزهایی را که نوشتم بخونی. منظورم ضعف چشمهایت هست. چیزی را که میدونم. به این کتابا نگاه کن. کیف خریدش را باز می کند. 2 از کتابهایم را در می آورد و با محبت نوازششان می کند. کتابای بزرگ، کتابای قشنگ. از اینکه کتابهایم را در دست گرفته عصبی می شوم. مهم چیزی است که داخل کتاب است. شاید فقط جفنگ نوشته شده باشد. اوین، این حماقته. کتابای به این قشنگی. مامان، این کتاب‌ها رو تو توی این کیف با خودت همه جا میبری؟ حتی گلن اکو؟ داری از اونا زیارتگاه میسازی؟ فکر نمی‌کنی؟ همه دربارت میدونن. همه دنیا. سلمونی میگه دخترش کتابای تو رو توی دانشگاه میخونه. سلمونیت؟ همین؟ معیاری از این بهتر نداشتی؟ همه. من به همه میگم. چرا نباید بگم؟ مامان، کار بهتری نداری بکنی؟ چطور یک شنبه رو با دوستانت هانا، گرتی، لویا، داروتی، سم و برادرت سیمون بگذرونی؟ اصلا اینجا در گلن اکو چه کار داری؟ از اینکه اینجام خجالت میکشی؟ همیشه خجالت میکشیدی. جز اینجا کجا باید باشم؟ فقط منظورم اینه که هر دوی ما کاملا بزرگ شده ایم. من بیشتر از 60 سالمه. شاید دیگر وقتشه که هر کدوم رویاهای خصوصی خودمون رو داشته باشیم. همیشه مایه شرمندگیت بودم. من اینو نگفتم. تو به من گوش نمیدی. همیشه فکر میکردی احمقم. همیشه فکر میکردی هیچی نمیفهمم. من چون این چیزی نگفتم. همیشه گفتم تو همه چیز رو نمیدونی. فقط تو من چی؟ یالا، حالا که شروعش کردی بگو. میدونم چی میخوای بگی. چی میخوام بگم؟ نه اوین، خودت بگو. اگه من بگم حرفت رو عوض میکنی. تو هیچ وقت به من گوش نمیدی. اشکال اینجاست که راجع به چیزایی حرف میزنی که هیچی ازشون نمیدونی. به تو گوش بدم؟ من به تو گوش نمیدم؟ بگو ببینم اوین، تو به من گوش میدی؟ چیزی راجع به من میدونی؟ راست میگی مامان، هیچ کدوممون خوب به هم گوش ندادیم. من نه اوین، من خوب گوش دادم. هر شب وقتی از مغازه به خونه می اومدم و تو به خودت زحمت نمیدادی که از اتاق مطالعات به طبقه بالا بیای، به سکوت گوش دادم. حتی سلام نمی کردی. ازم نمی پرسیدی روزم چطور گذشته. چجوری گوش می دادم وقتی تو با من حرف نمی زدی؟ چیزی جلومو می گرفت. دیواری بین ما بود. دیوار؟ چه حرف خوبی به مادرت می زنی؟ دیوار؟ من ساختمش؟ من اینو نگفتم. فقط گفتم دیواری بین ما بود. میدونم ازت فاصله گرفته بودم. چرا؟ چطور یادم بیاد؟ قضیه مال 50 سال پیشه. مامان، ولی حس میکردم هر چی بهم میگی نوعی توبیخه. چی؟ چی توبیخ؟ منظورم ایراد گرفتنه. مجبور بودم از ایرادهات فاصله بگیرم. اون سالها اونقدر حس بدی نسبت به خودم داشتم که دیگه سرزنش بیشتر لازم نبود. چرا باید احساس بدی می‌داشتی؟ تمام اون سالها من و پدرت توی مغازه کار می‌کردیم که تو درس بخونی. تا نصف شب کار می‌کردیم و یادت چند بار بهم تلفن می‌زدی تا چیزایی رو که می‌خواستی برات به خونه بیارم، مداد یا کاغذ. آل رو یادت میاد؟ تو قسمت مشروب کار می‌کرد. همونی که صورتش توی دزدی زخمی شده بود. یادته؟ البته که آل رو یادمه مامان.
جای زخم تا پایین بینیش می اومد. خوب، آل تلفن ها رو جواب میداد و همیشه درست وسط مغازه شلوغ داد میزد: پادشاه هست، پادشاه پشت خط است. بگذارید پادشاه خودش بره مدادش رو بخره. کمی ورزش برای پادشاه خوبه. آل حسود بود. پدر و مادرش هیچی بهش نداده بودن. من هیچ وقت به چیزایی که اون میگفت اهمیت نمیدادم. ولی آل راست میگفت. من مثل یک پادشاه با تو رفتار میکردم. هر موقع که تلفن میزدی، شب یا روز، پدرت رو با مغازه پر از مشتری ول میکردم و همه محله رو زیر پا میگذاشتم و به منشز 5 and dime میرفتم. تو استم هم لازم داشتی و دفترچه و جوهر و بعدها روان نویس. همه لباسات جوهری بودن. مثل یک پادشاه. سرزنشی در کار نبود. مامان، حالا داریم با هم صحبت میکنیم و این خوبه. بیا همدیگر رو متهم نکنیم. بذار همدیگر رو بفهمیم. بذار فقط بگم احساس میکردم سرزنشم میکنی. میدونم که چیزای خوبی راجع به من به دیگرون میگفتی، پوز میدادی، ولی هیچ وقت این چیزها رو به خودم نمیگفتی، جلوی خودم. اون موقع حرف زدن با تو راحت نبوده بین. نه فقط برای من، که برای همه. تو همه چیز میدونستی، همه چیز میخوندی. شاید مردم یکم ازت میترسیدن. شاید من هم میترسیدم، کی میدونه. ولی بذار یه چیزی بهت بگم اوین. من بیشتر از تو حق دارم. اولا تو هم هیچ وقت حرف خوبی به من نزدی. من خونه رو میگردوندم. براتون غذا میپختم. 20 سال غذای منو خوردی. میدونم میپسندیدیش. از کجا میدونستم؟ از اونجا که قابلمه و بشقاب‌ها همیشه خالی می‌شدن، ولی تو چیزی نگفتی. حتی یک بار هم در عمرت چیزی نگفتی. مگه نه؟ حتی یک بار. از شرمندگی فقط میتونم سرم رو پایین بیاندازم. دوم اینکه تو پشت سرم هم هیچ وقت حرف خوبی نزدی اوین. لااقل تو دلت به این خوش بود که من پشت سرت پوز میدادم، ولی من میدونستم که همیشه منو مایه شرمندگی خودت میدونی. همیشه مایه شرمندگیت بودم، چه جلوی رو، چه پشت سر. از انگلیسیم، از لهجم خجالت میکشیدی. از همین چیزایی که نمیدونستم و چیزایی که غلط میگفتم. میشنیدم که چطور خودتو دوستاد جولی، شلی و جری مسخرم میکردین. همه چیز رو میشنیدم. میفهمی؟ سرم را بیشتر خم میکنم. هیچ وقت چیزی از چشمت پنهان نمیمون مامان. چطور میتونستم از کتابات سر در بیارم؟ اگه این شانس رو داشتم که مدرسه برم، اگه مدرسه رفته بودم، چه کارا که با این کلم نمی کردم، با این مخم. من نمیتونستم توی روسیه و اشتل به مدرسه برم. فقط پسرا میتونستن. میدونم مامان، میدونم که اگر امکانش رو داشتی تو هم در مدرسه به اندازه من پیشرفت میکردی. با پدر و مادرم از قایق پیاده شدم. فقط 20 سالم بود. 6 روز در هفته باید توی خیاطخونه کار میکردم. 12 ساعت در روز. از 7 صبح تا 7 شب. گاهی هم تا 8 و صبحها 2 ساعت زودتر. یعنی از ساعت 5 مجبور بودم با پدرم به دکه روزنامه فروشیش نزدیک ورودی مترو برم و تو چیدن روزنامه ها کمکش کنم. برادرام هیچ وقت کمکش نمی‌کردن. سیمون به مدرسه آمار رفت. هایمی راننده تاکسی شد. نه خونه می آمد و نه پولی می‌فرستاد. بعد با پدرت ازدواج کردم و به واشنگتن آمدم و تا وقتی پیر شدم شونه به شونش 12 ساعت در روز توی مغازه کار کردم و تازه آشپزی و تمیزکاری خونه هم با من بود. بعد ژان به دنیا آمد که حتی 1 دقیقه هم برایم دردسر درست نکرد. بعدش هم تو. و تو بچه راحتی نبودی و هیچ وقت دست از کار کردن بر نداشتم. تو منو میدیدی، تو میدونی، میشنیدی که از پله ها بالا و پایین میرم. دروغ میگم؟ میدونم مامان، میدونم. و همه اون سالها تا وقتی بویا و زیداد زنده بودن زیر بال و پرشون رو گرفتم. اونا جز چند پنی که زیدا از روزنامه فروشیش در می آورد چیزی نداشتن. بعدن ما براش یاب نبات فروشی باز کردیم، ولی نتونست کار کنه. مردا فقط باید دعا بخونن. زیدا رو یادت میاد؟ سر تکان دادم. خاطره گنگی ازش دارم مامان. 4-5 ساله بودم. بوی تند خانه استیجاری در برانکس، پرتاب تکه های نان و گلوله های کاغذ قل از طبقه 5 به حیاط برای جوجه ها. پدر بزرگم سراپا سیاه پوش با عرقچین سیاه، ریش ژولیده سفید آلوده به آبگوش، بازوان و ساعدهایش پیچیده در ریسمان سیاه، زمزمه دعا بر لب. نمیتوانستیم با هم صحبت کنیم. او فقط یدیش میدانست، ولی لپم را محکم نیشگون میگرفت. بقیه، پدر، مادر، خاله لنا، همه روز در حال کار کردن، بالا و پایین رفتن از پله ها و رفتن به مغازه، جمع و جور کردن، آشپزی،
پرکندن مرغ‌ها، فلس گرفتن ماهی‌ها و گردگیری بودن. ولی زیدا حتی انگشتش را تکان نمیداد. فقط مینشست و میخواند مثل یک پادشاه. مامان ادامه داد: هر ماه با قطار به نیویورک میرفتم و براشون غذا و پول میبردم. بعدها وقتی بوبا به خانه سالمندان رفت پولش رو من میدادم و هر 2 هفته به دیدنش میرفتم. باید یادت باشه بعضی وقتها تو رو هم سوار قطار میکردم. کی جز من بهشون کمک میکرد؟ هیچ کس. دایی سیمون چند ماه یک بار میآمد و یک شیشه 7 آپ براش می آورد و بعد وقتی من به دیدنش میرفتم تنها چیزی که میشنیدم تعریف از 7 آپ فوق‌العاده دایی سیمونت بود. حتی وقتی کور شده بود همونطور دراز میکشید و شیشه خالی 7 آپ رو بغل میکرد. فقط به بوبا نبود که کمک میکردم. بقیه افراد خانواده هم بودن. برادرام سیمون و هایمی، خواهرم لنا، عمه هانا و عمو عبت. همون هالویی که از روسیه با خودم آورده بودم. همه خانواده رو همون خاربار فروشی کثیف و کوچک و بوگندو میگردون. هیچ کس کمکم نکرد. هیچ کس. هیچ وقت و هیچ کس یک بار هم ازم تشکر نکرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من ازت تشکر میکنم مامان. ازت ممنونم. خیلی هم سخت نبود. چرا 50 سال طول کشید؟ بازویش را شاید برای نخستین بار میگیرم. قسمت گوشتالویش را درست بالای آرنج. گرم و نرم است. درست مثل خمیر شیرینی‌هایش قبل از پخته شدن. یادم میاد برای من و ژان از 7 آپ‌های دایی سیمون میگفتی. حتما خیلی سخت بود. سخت؟ یه چیزی میگی. گاهی 7 آپش رو با یه تکه از شیرینی‌های من میخورد. میدونی که پختن شیرینی چه کار سختیه. اون وقت درباره تنها چیزی که حرف میزد 7 آپ بود. خیلی خوبه که با هم حرف میزنیم مامان. این اولین باره. شاید همیشه دلم میخواست این کار رو بکنم. برای همین هم در ذهنم و رویاهام باقی موندی. شاید حالا دیگه وضع فرق کنه. چه فرقی کنه؟ خب از این به بعد من بیشتر خودم میشم و برای هدفها و انگیزه هایی که خودم انتخاب کردم و برام عزیزن زندگی میکنم. میخوای از شرم خلاص شی؟ نه خب نه اینطوری. نه به شکل بدش. من همین رو برای تو هم میخوام. میخوام تو هم بتونی به آرامش برسی. آرامش؟ هیچ وقت من آروم دیدی؟ پدرت روزای چرتی میزد. هیچ وقت دیدی من چرت بزنم؟ میگویم منظورم اینه که تو هم باید هدف خودت رو در زندگی داشته باشی. نه اینو. و به کیف خریدش اشاره میکنم. نه کتابای من. و من هم باید هدف خودم رو داشته باشم. در حالی که کیفش را به دست دیگرش میدهد و از دسترسم دور میکند پاسخ میدهد: ولی الان گفتم اینا فقط کتابای تو نیستن. کتابای من هم هستن. بازویش که هنوز در چنگم است ناگهان سرد می شود و من رهایش می کنم. ادامه می دهد: یعنی چی؟ من باید هدف خودم رو داشته باشم؟ این کتابا هدف من هستن. من برای تو و برای اونا جون کندم. همه عمرم برای این کتابای خودم کار کردم. از کیفش 2 کتاب دیگر بیرون می کشد. یکی می خورم و می ترسم بخواهد آنها را بالا بگیرد و به جمع کوچک تماشاچیان که حالا داشتن دور ما جمع می شدن نشان بدهد. ولی تو متوجه نشدی مامان. ما باید از هم جدا بشیم. نباید همدیگر رو به زنجیر بکشیم. انسان شدن اینجوریه. این درست همون چیزیه که دربارش در این کتابا نوشتم. این همون چیزیه که میخوام بچه‌های خودم و همه بچه‌ها باشن. استقلال یافته. یعنی چی؟ چی یافته؟ نه استقلال یافتن به معنی آزاد و رها شدن. متوجه منظورم نمیشی مامان. بذار اینجوری بگم. در اصل هر آدمی تو دنیا تنهاست. این سخته ولی اینجوریه دیگه و ما باید با این مسئله روبرو بشیم. به همین دلیل من میخوام افکار و رویاهای خودم رو داشته باشم. تو هم باید مال خودت رو داشته باشی. مامان میخوام که از رویاهای من بری بیرون. صورتش عبوسانه در هم میرود و از من فاصله میگیرد. با عجله اضافه میکنم: نه به این خاطر که دوستت ندارم، بلکه به این دلیل که صلاح هم تو و هم خودم رو میخوام. تو باید رویاهای خودت رو در زندگی داشته باشی. مطمئنم میتونی اینو درک کنی. اوین، هنوزم فکر میکنی من هیچی نمیفهمم و تو همه چیز رو میفهمی؟ ولی من هم مثل تو حواسم به زندگی هست و همینطور به مرگ. من بیشتر از تو از مرگ سر در میارم. باور کن و بیشتر از تو تنها بودن رو میفهمم. ولی مامان، تو حاضر نیستی با تنها بودن روبرو بشی. با من میمونی، رهام نمی‌کنی، در افکارم پرسه میزنی، در رویاهام. نه پسر جان. 50 سال است که این کلمه را نشنیدم.
فراموش کرده بودم که او و پدرم مرا اینطوری صدا می‌کردند. اینطوری که تو فکر می‌کنی نیست پسر جان. چیزی هست که تو نمی‌فهمی، چیزی که تو برعکسش کردی. اون خواب رو یادت میاد؟ همون که من میون جمعیت ایستادم و تو رو توی عرابه نگاه می‌کنم. تو برام دست تکون میدی و صدام می‌کنی. می‌پرسی که تو زندگی چطور بودی؟ بله البته که رویام یادم است مامان. همه چیز از همونجا شروع شد. رویات؟ این همون چیزیه که میخوام بهت بگم. اوین، اشتباهت اینه که فکر میکنی من به رویای تو آمدم. اون رویا رویای تو نبود پسر جان. رویای من بود. مادرها هم برای خودشون رویاهایی دارن. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com